گداریا رادیو ریتزش مسکوی دکن سلاف و دمو بخیر گدارین دلال رادیو ریتزه اند کارن ببین تو رو اینترنت بوی ناو نشانه مالپرا ریتزه نقطه کم ایرو شمی 22 تیرمیه گداریا دنگو باسن گرینگ ین به هفته بکن سروک هریم کردستانی فرمی روزل بجارتنین سروکاتی هریم کردستانی او پارلمانتوی کردستانی دیار کرد. چفکانی کش کمیسیون بلندیا سرب خیال بجارتن او را پرسی یا هریم کردستانی راگیاند. سروک هریم کردستانی بنویسه که داخل کمیسیونی کریه که دروژ یک مجداری دا بجارتنین سروکاتی هریم او پارلمانتوی کردستانی بریوا بچن. بیشتر جوین روز هفته هزاران 2017 یا سروکی هریم کردستانی یالگل پارتی آلین سیاسی ین باشوری کردستانی دا تبی بریاردن سر رفرندومی و دیار کردن روز رفرندومی 25 ایلون ای سال دا بریار سرویه کی جهات بودن که هر دو بجارتن سرکاتی هریمی و پارلمانتوی کردستانی دم خود ورن انجام دان و داخل کمیسیون بلندیا سرخا یا بجارتن او را پرسی یا هریم کردستانی هاتو بکرن که روزه کی بو بریبه بنوان بجارتن هم بکه و آمده کارین پیوستیجی بکه سروک هریم کردستانی مسعود بارزانی پیامی که دا برسی و داخلی و گفین چند برپرسن و سیاستوان عراقی دا او را گیاند. اب سردم در باز بکوب زمانی گفی و جبدور کردن دژی مافین روایی گل کردستانی بسکنن. بارزانی تکس کرد گل کردستانی آشتی و براتی دخوازه لیزمانی گف و این کارش تا کسی قبول نکه. دوی پیام خود مسعود بارزانی تکزیل سرویه کی کریه که حکومت عراقی با یک نه یاسایی و نه دستوری مافی روایی گل کردستانی بمفکریه و بجی هریم کردستانی بری وجدم پشتی روخانه رژیم باسی و او برویج دستوری دربیچ کریه سرهیز و پیشمرگه دم که دا کلگوری دستوری پیشمرگه بشک سیستم بروانیا عراقیه. بارزانی دبیجه حکومت عراقی با یک اشکره دستور بپکریه او تکز دکه که تو سیاستوان کساتی برپس والدارن عراقی لنبر وی نقیا لنبر گلی کرد و بپکرنا مافی کردستانی نرازی بون نشان ندایه. سروک هریم کردستان هروا دیار دکه که رفرندوم مافی روایی گلی کردستانیه. هروا چون که مافی گلی دنیان جیانی او تکز دکه که اب تا آویش بریارا رفرندومی و نگرن او دی رفرندوم روز خواهد دیار کریدا وره سازدان. الباجوری دخول که بجدربونا 500 کسین شمو پیکاتاین باشوری کردستانی و عراقی یکمین کنگری پارتی ازدین دموکرات هات اساس کردن. د کنگری ده 17 کس وکه جوات ریبری هات دست نشان کردن. سکرتاری پارتی ازدین دموکرات هیدار شیشو دیار کرد که افدی بجداری بجارتن هریم کردستانی و عراقی ببند. دم دایش تبخ 2014 دا یریش شنگولی کر هیدار شیشو اندامی جوات نوندی یا یینکه بود. پشتی یریش الگلجمر که کردن ازدی هزه که چکداری آوا کرد و پارستان مزرگه شیخ شرفدین یال قنطار جای شنگالی کرد. هیدار شش رو دسپیک سال 2015 دا هزه که بناوی هزه پرستاد ازدیخان دا مزراند. و هزه دسپیک داشت بردای آلیکاری ورد گرد. سروی یکی آسایش پیدا کل ده که ابگرد و پاشی هات بردان. دسپیک 2017 بشک شروان هزه پرستان ازدیخانی برداری نو وزارت پیشمرگه بون. پاشی هیدار شش رو بو سازکاری پارتی ازدین دموکرات. و پارتی روز 15 تیر 2017 هولا کنگره یال باجاری دخوکی یکمین کنگره خاص کرد. سرفرمانداری پیشمرگه جمیل امینکی برسی و سروکی پیمانیا دولت یاسا سامی اسکری که جبهدای دخواست کرده بود چکین گران شریم کردستانی بلا ورنستاندن دا. چند روز بری سروکی پیمانیا دولت یاسا سامی اسکری که سرب نوری مالکیه میدیا عراقی دارا گیانده بود که دوی حکومت هریم کردستانی چکین گران را دست حکومت نوندی بکه او گوته بود نابه که حکومت خودی چکین گران به. السروی دخوازی سرفرمانداری پیشمرگه جمال امینکی را گیاند که سال 1900 نوت یکان و پیشمرگه خودی چکین گران او بخوین خو افدس خستنا ور دیار کرد چکین گران دی دستی پیشمرگه تو بمینن او تکست نکاره جی ور بگره. سرفرمانداری هزین چکدارین ایرانی جنرال محمد باقری را گیاند که رفرندوم الهریم کردستانی تا آویش عالی جنارین عراقی و نوی قبول کرد. الگوری نوچه آژانس فرمی یا دولت ایرانی ایرنای سرفرمانداری هزین چکدارین ایرانی محمد باقری باجوری مقشدی با کوری رجلات ایرانی بهداری سمینار تایبت یا فرماندارین هز بجی یا سوپه پاسداران یا ایرانی کرد او تیدا گوتارک پیشکش کرد. محمد باقری گوتار خود بحث رفش هریمی و جانی و پیشاتین که دوری تقاوم کرد و بشه کردن یا خفتن خود پس سازدان رفرندوم سرخوبونی باشوری کردستانی کرد. سرفرمانداری هزین چکدارین ایرانی دست نشان کرد که سازدان رفرندوم باشوری کردستانی دی به دسپیک بو پرزگریک و کریزن نول دوری او گوت اف مجرب تا آویش عالی جنار عراقی و نوی قبول کردن و پاراستان سرخوبون و یک پرچه عراقی برجواندی تویا نتف مذهب و بکاتای بی ولاتی دایه. پیشتر جی چند برپسن ایرانی نرازیبون خالن بر سازدان رفرندوم سرخوبون باشوری کردستانی آنی موزمان او گوت بند
گاودجی رفرندومی اولگل پرستان یکتی خاکا ایراقینه. دوشنبه هفته تیرمی شنده که یکتیان اجتماعی کردستانی بسرکاتی جیگری سکرتاری گیشت اینکه کسرت رسول علی تیرانی سکرتاری انجمن آسایش نتوی یا ایرانی علی شبخانی را هفدیتن پیکانی گوری آژانس فرمی یا دولت ایرانی ایرنای علی شبخانی و شنده اینکه دوی هفدیتن دا درباره رفش داوی یا دوری و پیشات نهری داوی ین هریم کردستانی او دوری دا گوتو بیش کردن علی شبخانی جوین دا امجه ببریار رفرندوم سرخابون الباشوری کردستانی کریه و راگیان ده کو او رفرندوم ده کردستانی لواز بکه و کردن عراقی باش گوی بخه. گور اینو چه ایرنای شمخانی سر رفرندومی و آخبیه. هر چند رنگ مجرا رفرندومی مجرا که بالکیش بلی درستی دا دیبه سدم باش گوی خستن و چبونو گوشون سر کردن عراقی او لواز بونو کردستانی و انجامی داشی لواز بونو تویا عراقی. برپرسی دسته کارگری پلیتبیرو یکتیان اجتماعی کردستانی مل بختیار پشتی وگر شاندا و پارتیش ایرانی کب خوشی اندامی به شانده بو کنفرانسی که روزنامه‌نگاری دال سلیمانی را گیاند ما چهار جوین فرمی کردن و هر چهار جوینان دا مشکومرا اسلامی کردستانی را گیاند بریارا رفرندومی ریا گاراندی پاش روزنامه و بریارا تعالی که بتنینی نجی بلکو بریارا همو عالیانه. سرک وزیر هریم کردستان نیچیروان بارزانی واریا 16 تیرمی پیش وزیر شونده که دیپلمات ایرانی بسرکاتی بایلوزی ایرانی یل عراقی کرد. دجوینی دا کنسول ایرانی یل هولیر سلیمانی بصره نجف و کربلای آمده بون. هر و هجمارک وزیر و برپرسن حکومت هریم کردستانی و برپرسن پارتی سیاسی کردستانی جی دجوینی دا بش دار بون. گوری داخلی پشت جوینی که سرمان پر حکومت هریم کردستانی هاتیه بلاف کردن. دوی جوینی دا شونده دیپلمات ایرانی تکزیل سر بیوندین دیروکی نوبرا کمرا اسلامی ایرانی و هریم کردستانی کردن. هر وها شاندا ایرانی آمده بون اولاد خواب و پیشخستان و پیوندین گل هریم کردستانی همو وارند او پیشکش کردن هفکاری و حسانکاری و بوجار سرکردن پرزگری که نابر هولیر و بختایجی نشاندان. الگوری داخلی سرک وزیر هریم کردستانی نیچیروان بارزانی دوی هفدیدن دا سپاسیا سردان شاندا دیپلمات ایرانی و هفکاریان ایرانی یه بو هریم کردستانی دمن بری و نهاد کر و آمده یا هریم کردستانی جبو پیشخستان زیادتر یا پیوندین پیرانی را نشاندا. نیچیروان بارزانی تکس کرد ایران دکاره جر سرکردن پرسگری که نابر هولیر و بغداد دا رول خواب بینه. سازی آسایش نتوی یا ترکیه را گیان که رفرندوم باشوری کردستان شاشیه که مزن و دی انجام نباش بخار بینه. دوشنبه هفته تیرمی سازی آسایش نتوی یا ترکیه بسرکاتی سرکومری وی ولاتی رجب طیب دوغان جویا اون نرخاندن بود چند مجران کرد. پشت جوینی جی داخلی که نویستی هات بلاف کردن. داخلی داوتیه گفتن که جوین در سرمجارین وقت تکوشین و دژی تروری و بتایبت تکوشین و دژی رخصتنا جماعت گولن یا ناسکری بفتو پککی پیدی پگی و دایشی و رفرندوم الهریم کردستانی گوتو بیشت اون خواندن هات نکردن. سازی آسایش نتوی یا ترکیه رفرندوم باشوری کردستانی پیشاشیه که مزن بنوف دکه و دبیجه که اف رفرندوم دی ری بر انجام نخواستی وکه. قایمقام شنگال محمد خلیل جوینه که چپمنی ده دخواست خاقیبی باجاری کرد که بشگریل پروسیه رفرندوم سرخابونی بکن او گوت ماستر پلان که استراتژیک بو آبادان کردن شنگالی و وگر خلقیش بی باجاری را هاتیه آمده کردن. محمد خلیل دخواست حکومت هریم کردستان کرد ولی کاریا زیادتر پیشکش خلق شنگالی بکه جبو خلقی و وگر سرمال و صابون خو و اف باجار بی آبادان کردن. جبو برداربون و پشگریا رفرندوم سرخابون و باشوری کردستانی سی هست و عشیرت عرب یل دور روجوای دجله و ناحیه زماری خوبشن دانک ساز کردن. عشیرت و هزن عرب یل روجوای دجله و ناوچه زماری 18 تیرمی بچالکی که پشگریا خیال بو دولت که سرخویا کردی را گیاندن. هات را گیاندن زیادتر سی هست و عشیرت عرب یل وی هریمی بلند کردن آل کردستانی خوبشن دانک ساز کردن. هات زانین که عشیرین عرب دخینین برپسن عراقی یل دجی رفرندومی و سرخابونی کردستانی قبول نکن. کسایت کیش حزن عرب شروع داویرا گفت امسپاسیا سرکتی هریم کردستانی و گل کرد کن دری خو شکوچبران را بکرن و گل قنجی اشناف چین عرب را کرن. هر وها وانج بو ما قربانی دان لما موافق کردن که جرانویست خو دیار بکن دولت خو دامزرینن. پارتی کارکردن یا نتوی یا اسکاتلندای راگیاند کش بو گشتپرسی سرخابون کردستانی نونره که خواه بشینه هریم کردستانی. برپرسا دوسیین بریتانیا اوفیس کارندر و یا پارتی دموکرات کردستانی دارا باراوی راگیاند که پارتی کارکردن یا نتوی یا اسکوچای و فوندا دموکراسی یا وستمستری آمدنش بو گشتپرسی سرخابون کردستانی نونره خواه بشینن باشوری کردستانی. 35% پارتی کارکردن یا نتوی یا اسکاتلندای پارلمانتوی بریتانیا هنه. اندام پارلمانتوی بریتانیا سروکی بری اسکاتلند
ده و سروکی بری پارتی کارکران برون ما کنن اشکره کرد بکو اوی پشگری بتن داخوازن گل کردستانی لی وزیر کارندر و بریتانیا بوریس جونسون بریانو ویجی دیار کرد بو که گشپرسی بو سرخوبونی هیویا خلق کردستانی لی بریوچونو وی گشپرسی دوی دمیدو دبر سدما دور کتنش آلمان جده کشوان شنو برنا دایشی او وگرندن آرامی وان نوچه که هاتن رزگار کرد جونسون هر وقت داخوش آلین سیاسی کرد بو بریا دیالوگی پرس خاطر سر بکن و پشت خواب دستوری و گریبتن بایلوز آمریکا یا نتوان یک گرتی درباره رفراندوم باشوری کردستانی دا گفت ام رزیل دوست و دخوازا گلی کرد را دگرن لی رفراندوم سرخوبونی مش آلمان جکدن دور دخه نونرین نتوان یک گرتی بو کاروبارن عراقی جان کوبیس و بایلوز آمریکا یا نتوان یک گرتی نیکی هلای جویان و رفش عراقی و رفراندوم باشوری کردستانی گوتو بیش کردن الگوری داخلی جبین ده دالیان بس رفش عراقی و اپراسیون موصولی کردن و تکس کردن گودی آرامی وگرن موصولی و کوچبرن بی باجوری وگرن مالین درباره رفراندوم باشوری کردستانی دا کیکی هلای گوت بو بریار سر جرانویس خو امریزه دوست و دخواز گلی کد را دگرن لی رفراندوم سرخوبون دو بستدم و دور کتن مش آرمانجه کردن که افجی شهر داعشی آرامی عراقیه بریانه وزارت درباره آمریکا وروا نونری تایبتی سروکی آمریکا یه تکوشینا دجی داعشی برید مارک گیر کرا گیاند بو که افنها نل گل پیکانینا رفراندومی نه دوی دمی دا رفراندوم بستدم زیده بونا آلوزیان سروکی گیشتی گیر خستن هجدار شیبی هادی آمریکا خفتن خود را گیاند که نها ندما رفراندوم کردستانیه سروکی گیشتی گیر خستن هجدار شیبی دا خفتن خود دخواش کردن کرد که دوش بریار رفراندومی بردن که نها ندما ویه هادی آمریکا بردوانی خفتن خود دخواش کردن کرد که بریار رفراندومی باش و وکشن و گوت ام دخواست دکن که کرد بریار رفراندومی باش و وکشن جبر که یک دی به سدم که گلک دورجی جدابونی بخوازن اونها ندما انجام دانا رفراندومیه یکینوین جنن شنگالی کش کچو جنن از دیپیکتی بجداری دوپیراسیونو کنترل کنه رقایی دا کرنه اونها رجلات باجاری رقایی نه شروانی یه شیر کلکا هیزن سوری دموکراتیک دجی چکدارین دایشی شهر دکن پیشتر هیزن سوری دموکراتیک را گیاند بکو شروانین جنن شنگالی دی باویه که سیبولیک و که تولدانا کچو جنن کردن ازیدی تبل اپیراسیون رقایی بونه و دجی دایشی شهر دکن نامه که در 700 ملبت خلق شنگالی و در دورابیش کامپین پارزگاه دحوکی و گریون نفچه خواه و دخواز شکمت هریم کردستانی تکن که خدمتکارین آف الکتریک و تندورستیش بوان ورن دابین کرن تاوی که نوند نفچه شنگالیش بر شهر دایشی ویران بویه و هلوی خدمتکاری تدانینن خلق شنگالی ودگرن جیوارن خواه اندام انجمان نفچه شنگالی خدیده مراد حسن رو داویرا رو گیاند که حتی ناجبو آوکرنا شنگالی تعالی بینگا و جدی نگاویدنه و دیار کرد که اداره شنگالی و که قایم مقام و انجمن شکمت و ناوند و حکمت ریم کردستان دخواست دکن که آلیکاری خلقی واره کرن و پیوستی و الکتریک و آوی بینه دابین کرن دا که خلق بهتر وگرن واره خواه و که دن خدیده مراد حسن دا کفشه که روشی 5-6 مابت ودگرن شنگالی هات راگیاندن کل سینوری افرینی شهر نابر و چکدارین هیزا سوریه دموکراتیک و چکدارین سر جشبرای سوریه گراند به چکدارین سر بوده ایل اردیار ایریشی ناوند شهروان گنده هربل و ام الوش و سمو کرن الگوری چه پبینی نیزی کسی ده دبیجه وان برسی با کتون دای گیریشن کل دجی وان هات نکرن و بشکستن وان گیریشن دربی گرانج چکدارین گیریش کاردانه الگوری چپکانیان هیزن سوریه دموکراتیک دنجام شهر دا 30 کسی گیریش کار هات نکشتن که 25 وان چکدارین اوده اپراسیون ایل اردیار و 5 لشکرین ترکیه نه میدیای نزدیکی هیزن سوریه دموکراتیک اشکره دکه که چکدارین اوده اپراسیون ایل اردیار نکارن در بازی عالی حسده ببن کردن دیاسپورا دمینل بازار بروکسل یه بلژیک و الپیشا کمیساریات یکتی اروپا آلین کردستانی دا خدیل افرینی در کتن و گف و یریشن ترکیه و کومن چکدار شرمزار کردن پیشا کمیساریات یکتی اروپا بازار بروکسل یه بلژیک دنا پیر کردن دیاسپورا دمینلش بو شرمزار کردن گف و یریشنش آلی ترکیه و کومن چکدار و دچن سر افرینی بالا کردستانی میتینگ دار خستن و خدیل افرینی در کتن دوی خپیشندانی دا خپیشندارن پلاکاتونش بو پشگریا افرینی بلند کردن و جرایا گیشت یا نو دولتی خواستن افرینی بتانی نیلن اف خپیشندارنش ولی نوندیان اجتماعی یا کردل سوریه و پارتیا پیشورو و هاته آمده کردن اف دمه که یریش دچن سر گندوارن افرینی و بتایبتی گندل سرسینور و دنجامی دا گلک کس بونه قربانی شهید و بریندار چی بونه
هفسروکی پارتی دموکراتیک گلان سلعدین دمیرتاش بوکو تلکنفرانسی بجداری کم جیوینو پارتی خواب بهش سرکاتیا مجلس ترکیه را دخوزنامه اکشاند دمیرتاش که 8 من گرتیگه ادرنه دخوزنامه خود دیار کرد کل گور قانون بنگین یا ترکیه گرتیبون وان ریل بر بجداری خباتین پارلمانتوی ناگره دمیرتاش بو پارلمانتوی دنیی گرتیجی خواست که دستور ورد داین که تلکنفرانسی بجداری کم جیوینو پارتی خواب بن هیچوی برخستنی تاوی هفسروکی دبی 11 پارلمانتوی وی پارتی گرتینه روز چهارشنبه واشنگتن پایتخت آمریکا خب پیشاندانه که بنویش بو پسگریا مافی آزادی آخفتنی هاته کرن خب پیشاندان قاداش چیریدان سینگل جیکو خود نشاندارین کد 16 گلانی دا ببون آرمانجا پارزگرین سرکمری ترکیه رجب طیب اردوغان هاته کرن نوا کسین که بونه آرمانجین گیریش خب پیشاندارین کرد ارمنی یونانی جید خب پیشاندان آمده بون خب پیشاندان دا آلین آمریکی ینریم کردستان عراقی یکینان پراستنا گل و هیزن سوریه دموکراتیک پوسترین هفسروکی پارتی دموکراتیک یا گلان سلحدین دمیرتاش و فیگن yüksek داک هاتن را کرن و پانکارت و لوزونگین جور بجور هاتن بلند کرن 5 کنگرسمنین آمریکی جیل قاضی آمده بون و گیریش هم برخوا پیشاندارین آشتیان شرمزار کرن و بالکشاندن آزادیا کارانینا مافین دستوری کنگرسمن دموکراتی ایالت کالیفرنیا جیم کوستاش دنگ آمریکای را دیار کرد که مافی رخصتن بونی و مافی آخفتن مافین بگینن و نبکد ترکیه وان بپیبکه اوی دازانین که ترکیه گلک روزنامه‌وان جی گرتینه که اف دولتا جدا بودی قبول ناکه برای ریبری پکیک عبدالله اوجالان کردستان 24 را گیاند که پیکانین رفرندوم سرخوبون کردستان دم خدای او سرفرازیت قاد خبات سرکرم کردستان خواست برای ریبری پکیک محمد اوجالان دیار کرد که جیان 5 میلیون کردانه و مافی کردانه سرخوبونی بخواستن بخواب تمامیل رفرندوم سرخوبون کردستانی او باور کش سدی نوت کرد دی دنگ خوب اریل گل سرخوبونی بکار بینن محمد اوجالان هروا دیار کرد که دشبره رفرندوم نتش تکی راسته او افجید گل رفرندوم سرخوبون کردستانی او دخوازه سرفرازی دخوازه بالافرین شهرین ترکیه بسبب هبون کامپن پکیکی گندو بنتار جای قندیلی دانبر بوم بیان بالافرین شهرین ترکیه دنابر دانی نیورو چپر و کامپن پکیکی ین گندین بوگریسکان زرگالی گلی بدران و دریم کی ین بنتار قندیلی دانبر بوم بیان دنجام بوم بران دزیانک مزن کیشت وان گندان لیتش تک کسی نهاد حتی نه گلک جران خلق وان گندان دخوش پکیکی کرنه کامپن خو دوری گندان بکن لی پکیکی گنا دوان و دبه سبب بیکو زیان دگیشه گندیان پارێزگای جاولیک یا باکووری کوردستانی دژی هێزن میلیسên xwecî yên Tirkiyê ku bi gund parêz tên naskirin êrişa Broketê pêk hat. Gor zanyarên êrîş gundeke sebnavçe darahênî ya ser parêzgaya civlik ya Bakurî Kurdistanê qewmî ye. Medyên Tirkiyê ra giyandin ku gerîlayên Partî Karkerên Kurdistanê ev êrişa Broketê pêk anîne. Herva hatiye gotin ku êrîş ser Riya Amed cevlikê û dijî xelek evleyî ya hêzên gundeparast hatiye encam dan. Dencama êrişê de du hêzên gund parêz birîndar bûne. Piştî êrişî hêzên evleyî yên Tirkiye deverî hat zêdekirin û rêkarên tund yên evleyî jî hatin cîbcîkirin. Deng û behsên ciyanê Şanderê Navdewletî bû krîza Sûriyê Stefan de Mistura careke din tekez kir ku divê Kurdên Sûriyê beşdarî diyarkirina paşeroja Sûriyê bibin. Tepîvînekê de li rojnamaya Elşer Elefset ya Erebî ya Çapa Londonê de ku roja çarşemê hatiye belavkirin Stefan de Mistura dibêje dema ku danûstandinê derbarê destûran ya Sûriyê de dest pê bikin divê weke hemû pêkhatayên din derfet ji bo Kurdên Sûriyê ji hebe ku nêrîna xwe derbibirin. De Mistura herva got Kurd yek ji pêkhatayên Sûriyê ne û ti kes nikare wê yekî inkar bike. Şanderê Navdewletî bû krîza Sûriyê herva diyar kir ku ev behsa aliyekê siyasî ya leşkeriyê destnîşankirî ji Kurdan nake ev behsa Kurdan weke pêk hate dike. Berî vê hevpêvînê jî Stefan de Mistura ji ajansa Sputnik ya Rûsî ra gotibe ku divê Kurd beşdarî nivîsandina destûra nû ya Sûrî bibin û tekez kiribû ku nabe Kurd bên paşgûykirin. Daxuyaniyên de Mistura derbarê beşdarbûna Kurdên Sûrî damedekirina destûra nû ya Sûrî û diyarkirina paşeroja wî welatî de demekî dane ku gera hefta ya danûstandinê Jenêvayê ji bo çaresirkirina krîza Sûriyê dest pê bûne. Medya İsrailê pêşema çûyî belav kir. Serokwezîrê İsrailê Binyamin Netanyahû diyar kiriye ku wî derbarê çalakiyên Îranê û Hezbollah ya Lîbanê li ser sînorê İsrail Sûriyê hişyarî daye Serokê Rûsyê Vladimir Putin. Li gorî medyayên İsrailê Binyamin Netanyahû cemînekê girtî ya gel Serokwezîrê Macaristanê Komara Çekya, Slovakya û Polonyayê de ev zanyarî eşkere kiriye. Serokwezîrê İsrailê divê civînê de gotiye dema ku min hevdîtin Serokê Rûsyê Vladimir Putin ra pêk anî min ev hişyar kir eger em bibînin cek ji Hezbollahê ra tên şandin
ام دلی بدن چند جرانجی الواندایه تمندمید نتانیای دای خویا کرن ویش پوتین را گوتی اگر افیزین ایرانی سرسینورین خواب ببینن اف دی ارتش خواب بخن نوالب و تفگری ترکیه جین بنگین سربازیین آمریکا روجوای کردستانی و سوریه بلاف کردنه و آمریکا جیل دلگرانی خالن بر و یکی نشان دایه و دبیجی اولکاریا سربازید متوشی مترسیده که میدیا حکومی یا ترکیه نقشه بلاف کریه گوته ده بنگین سربازی یزن آمریکا روجوای کردستانی و سوریه دستیشون کردنه و هنگ زانیاری جی درباری هجمان سربازان داشی اشکره کریه ترکیه اشکره کریه که دست سربازین آمریکی و هفته پین سربازین فرانسیش هزین تایبت بنگه این ایسال با کوری روجوای عراقینه الگوری وان زانیاری که ترکیه بلاف کردنه بنگین سربازی آمریکا ریمیلان تلبیدار تل تمر شدادی این ایسا خراب شک سپد کبانینه وی پینگو و ترکیه آمریکا آنی دنگ و دوی درباری دا پنتاگون راگیون که اشکره کرنه وان زانیاریان هزین اپیمانیان نو دولتی دجی دایشی کریه رفشا مترسیه هر وا پنتاگون راگیون که درگراند بند دموالات که پیبون اولکاریا سربازین وان دکه رفشا مترسی و دا کفشه که وان دلگرانی خواه گیاندی ترکیه ابدمه که دایه که دونالد ترامپ بریار دایه برنامه حوالگری یا آمریکا یا تایبت چکرن و والیکاریا گروپین دش برای سوری را بگره که صدام و اداره اوباما دا دست بکره بو اپینگا و هانجی روسیا بری دخواست کرده بو میدیا امریکی بلاف کریه که بریار را گرفتن والیکاری بری جوین دونالد ترامپ سروکی آمریکا گل ولادیمیر پوتین سروکی روسی 19 مهی داد بری داخستن سامیتا ولاتین G20 بویه الگوری را گیاندن نوند ارتش اروپای هز ارتش دری اگی دا 6 و 3 پیلان ریختری بویا اول ترکیه و یونانی هست بیهاتیه کرن لباجاری منگولا یا ترکیش بر ارتش گلکسیان بگمیان کتیه و مترسیو را بونو تسونامه پیدا بویا نوند پیوان ارتش یا ترکیه را گیاندیه که پشتی ارتش پیلین 10 سانتیم جین تسونامه هاتنه پیواندن آلیدن لگراو کوس یا یونانستان جبر ارتش بانی آوایی که حرفیه و دو کسان جیان خوش دست دانه و چند کسین تن جبرین دار بونه جبر ارتش گشتیان بیانی و ولاتین باجارین سرپراوین دریا ایگا یلین ترکیه و یونانستان شویدن دروامانه هر واد ارتش دا نخشخانه بردو میشه زیان دیدیه و بجیش دچار مانه که نخشخانه والا بکن و نو بخچه دا پیشوزیا نخشون بکن گدارین هجا ابو رشان دنگو بسنتی که شر چهار پرچین کردستانی کردن دیاس برای هر وا نوچین نام نتوی جاره کردن هفتیاتی دیسال سروی نو نشانی بنجام نوچین هفتی که رادیو دیت هزه امی راستی هبین امید کارو رو ببرو برنامه بیلاس ترکیه حتی نیوشانانو بمینود نو خیر و خوشیده